من حیث یک کسی که در سالهای اخیر تجربه تلخ هجرت و جلاوطنی را دارم، من به احمد مسعود هم 8 سال پیش روبرو برش گفتم که عزت تو، مشروعیت تو و میراث پدر تو در جغرافی افغانستان است. زندگی در غربت و آوارگی نیست حیاتی که به آن ناز کرد. زندگی آبرومندانه، زندگی با عزت در داخل کشور است. با آغوش ملت، با آغوش نظام عادل امارت اسلامی افغانستان برگرد. جای خاص داری، قبول کو که اینجا عزتت حفظ است. اگر هم افغان ها به کشور خود برگردند و مسئولیت الهی اسلامی ملی خود درک کنند و خانه ویران خود به دست خود بسازند، ما به هیچ خارجی ضرورت نداریم. قتل رجال نیست، ما ظرفیت داریم. و من فقط به مسعود میگم، احمد مسعود، که تن میهن به ملهم احتیاج است. به میهن بیا، همین راه علاج است. آغوش وطن، دروازه وطن چون دروازه پروردگار در 24 ساعت بر روی بنده هایش باز است و دروازه افغانستان هم بر روی هم افغان ها باز است. من به احمد مسعود میگم که آغاز دشمنی با پدرت در دوره اشغال امریکا شروع شد. لقب قهرمان ملی زیر بیرق امریکا تحت اشغال آبرو و عزت نیست. من ایمان دارم تا جایی که با اندیشه های پدرت آشنا هستم، به هیچ صورت اگر حیات می بود قبول نمیکرد. این ذلت است، این توفه نیست. و همچنان میخوایم برات بگویم که یاران نیمرای پدرت در دوره اشغال ارزش‌های پدرت را به لیلام گذاشت، خطی کرد، دور رفتن. و اگر پدرت حیات می بود، تصور بنده با شناخت که از دوره جهاد داشتم با او، به اطمینان براتان می گفتم که در پالوی امارت اسلامی افغانستان یک سنگر دیگر هم در افغانستان باز می شد که در او پدرت خواهد می بود. برادر عزیز من، احمد عزیز، بیا به وطنت، بیا آشیانه بساز در قندهار، در پالوی خلقی شریف، در پالوی مزار احمد شاه کبیر. برادر عزیز، بیا خانه بساز در بست علمند، در پالوی قلعه بست مسعود غزنوی. برادر عزیز، بیا خانه بساز در مزار نزدیک روضه حضرت علی کرم الله وجهه. برادر عزیز، بیا خانه بساز در کابل و خاطرات کابل شاهان زنده کن. این خانه مشترک همه ماست.